با منی دیگه تو حق نداری برای این کار کنی ها. دوستش داری؟ تا سوال من میذارم خفه شو زمان نگفتم دختر غلطه گوه خوردی دوستش داری گوه خوردی سلام، خیلی مخلصم. مرتضی امید هستم، کوچیکم از کنار خانم فرنوش امیدی و خانم صبا. آقا اومدیم یه کار خفن کنیم، نه بازیه نه چالشه، هیچ. من فقط میخوام جبران کنم. حامد گوشی منو زد زمین، ولی چی؟ گوشی بهم داد خداییش. ولی من جبرانی چی کار میخوام بکنیم؟ حامد از اونجایی که خط قرمزش اینه که کسی با بچه‌ها تو تیم تو کار نباید با هم دوست بشن. ما الان میخوایم این چالش رو بپا کنیم که ببینیم ببینیم ریاکشن حامد چیه. قشنگ دست گذاشتیم رو نقطه ضعفاش. حالا کلیپو دنبال کنید. ای کاش این کارو نمی‌کنیم، ولی لایک و سابسکرایب یادتون نره. من نمی‌شونم صبا خانم کامنت‌های خوبم واسمون بذارید. من میگم این کارو انجام ندید. الان قشنگ قاطی می‌کنم. پس ببین آقا حامد، شما بعدا اینو ببین. پایم. همیش خانم پای است. اینا بریم ببینیم که داشته باش. بریم بچه‌ها. خلاصه من نمیدونم، نه مو داشت نه فیس داشت، هیچی نداشت. من یه دقیقه نگاه کنم بابا بسته شما خبر خوب هستیم؟ سلامتی؟ ببخش مزاحم شدیم. من تو کافه یهو ببینیمتون. می‌بینی؟ بی‌معرفت رو می‌بینی؟ خیلی بی‌معرفت. اونی که گفتم موری بسته. خیلی بچه‌م فری. چه خبر؟ خوبی داداش؟ سلامتی؟ چه عجب این برای قربون دیگه ما تنها کافه که میایم نمی‌رسم جذب اینا به خود مزاحم. نه میام چه عجب با هم اومدین کافه. ما الان چند بار نمیدونم این چند ماهی از چی شده؟ من فکر می‌کردم گفتی. نه من خیلی نگفتم. زشت. حالا بفهمید شما غذاتون رو میل کنید. آواز خوب هستین؟ سلامتی؟ آقا مهدی خوب هستن؟ بهتری ماشاءالله. بعد شما من متوجه نمیشم میگم که بابا موریه دیگه آقا. فریه دیگه عشقم. موری. موری خانم امیدی انگار بودن که تا حالا ما رو با هم ندیده بوده. همیشه سر فیلم همیشه سر برداری فیلم بودیم برداری دیگه. حالا الان حالا یه خورده چیز بود ولی الان دیگه یه خود تعدادمون مرتضی. کمتره. نه اصلا نمیخوام بزرگش کنیم. درباره‌اش بعداً صحبت میکنیم. شبمون رو خراب نکن خواهشم. یعنی چی؟ من الان متوجه نمیشم دوست. با رفقا اومدیم بیرون تو رو خدا. صبا خانم امیدی. فرنوش چی ابرو بالا میندازی؟ با منی دیگه تو. مرتضی حالت خوبه میگم؟ من به تو نگفته بودم مراوده شما فقط کاریه. یعنی چی الان ما چند ماه با همیم پر رو برمیگردیم میگی فلان 20 ساله. حالا یه بحثی هست که من نخواستم باشه با شما شما اصلا صحبت خانم امیدی شما نمیدونستی که نباید با کسی مراوده این حالا نمیدونم من- رابطه. من فکر می‌کردم مرتضی منم فکر بهتون میکنم حالا گفته. اصلا آقا دل اصلا آقا قرار مگه نبود چه اینطوری اشکالی بشه. داره؟ حالا من توضیح میدم چه بهتون. اشکال دوزی نداره. کردم مگه یا قتل کردم مگه حامد؟ تو خودت میدونی من چقدر تو زندگی زجر کشیدم. یه نفر تو زندگی من حالا که دل منو یه نفر برده اینطوری میکنه با من. حالا چه فرنوش باشه چه هر کی، من دوستش دارم. خوش آمده. میخوام با خانواده برم جلو. بابا چرت و پرت چرا داری میگی مرتضی؟ دهن تو ببندی. تو منو نمیشناسی، من پسر بدیم. خفه شو دیگه. رفاقتمون رو به هم نزن. تو دیگه حق نداری برای این کار کنی ها. فهمیدی؟ میخوای بهش بگیم خیلی استرس دارم. خیلی ناراحت شد. خب این لیف این بر نبود اصلا. صافات اصلا یه بحثی بود. ولنتاین جانم آقا کافه اومدیم مجلس خط نیومدیم که برادر من. ملفت ولنتاین چی دوست داری؟ سلطان غذاتون هم مهمون من اینا امشب. فدای چشاتون. شما یه مهمون چی بمونید؟ فدای شما. دیگه گفتم شیرینی خودمو فری جونمو الان بدم که دیگه. فری جونم چیه؟ خجالت نمیکشی؟ فری جونم چیه؟ به خدا خیلی قضیه ما جدی تر از این حرفاست، ولی اشتباه از من بود که نیومدم به شما بگم. خیلی جدی تر از این صحبت. الان تقریبا ما 2 هفته است با همه. همون 2 هفته‌ای که من زنگ می‌زدی من نبودم 2 هفته است با همه. من با خانواده‌ام صحبت کردم. میخوام برم جلو. رفتم جلو.
الان شما من نمیدونم سوزشت برای من چیه؟ خواستم بهتون سوزشه. توضیح بدم. شما برای کی؟ شما باید برای من توضیح بدی. سوزش شما برای چیه؟ سوزش؟ مرتضی چی میگی؟ سوزشت برای چیه الان؟ سوزش هم؟ بله. میدونی چه غلطی کردی تو؟ کردیم تو ساکت باش دو دیگه. آقا دقیقه. حامده دیگه. دوستش داری نکنه. ها؟ چرت و پرت نگو دهن تو ببند دیگه. دوستش داری نکنه. میگم دهن تو ببند. فاز چیه واقعا اینجوری صحبت می‌کنی؟ کاری اصلا نباید ما دیگه شیفت چی دو کشی. اوکی نه شما محیط بیرون بشین کار سر جات. دوستش داری؟ آقا یه چند تا سوال من میذارم. خفه شو دیگه هیچ بهت نمیاد. چی رو دوستش داری؟ آقا دوستش داری؟ من سر من نگفته بودم مراقبه. آقا دوستش داری؟ بهت توضیح میدی. دختر غلطه. کیت میشه اگه استشو میخوری. یه دقیقه آروم باشید مرتضی. نسبت تو آقا الان من نمیدونم تو به تو چه الان شما بشی سر جات داده شما چی نگو بشی تو سر بی جات. خود میکنی من بهت نگفته بودم مراقبه دیگه به جز کار نباید با کسی داشته باشی. آقا دوستش دارم. گوه خوردی دوستش داری. به خودم رفتم. گوه خوردی. آقا بی خود کردی. بذارید بهتون توضیح میدیم مرتضی هیچی نگو پرو مرتضی. برمیگردم میگه که نمیدونم واسه این کار اینجا جاش نیست. نمیدونم من خرج کردم تو واسه منه. مستری دیگه. خرج چی برای تو؟ یا ولش کن. من هیچی نگو. من تو اگه رفیق شما الان هیچی نباش. آقا همه بیا داداش ولش کن. حیف که چی؟ ناموس با همه. چی بامه؟ حیف که ناموس با همه. ناموس آره با تا همه. تهش هم میرم. آره. هرس منو در نیار مرتضی دهن تو چه میدم ها هرس منو در نیار نگو دیگه تو هم که اتونی شده. هرس منو در نیاری بابا ها برو بابا دورهای گذشته داداش من. الان بابا برو بشین. یه بریم ذره بشین. احترام نگه داری چی نگو بشین آقا همه شما اینجا آروم باشید بهت توضیح میدیم جلو همه اینطوری که اصلا فکر می‌کنی بشین بابا بشین. سوس بر من پخت بکن. برای چی کسی نمید؟ بابا بیا بشین دیگه. تو میدونستی تو این کافت من آوردی. آقا من دارم با عشق صحبت آقا برامون رفت واقعا تو خدا اینجا حداقل این کارا رو نمی‌کردید تو میدونستی این تو این کافه است آوردی منو اینجا ها؟ وای نمیدونم فاز چیه داری این حرفا رو میزنی بس کن دیگه ولش کن. من نگاه. مرتضی پاشو برو بیرون داداش آوردم اینجا خانمم اونجا اشغال کنه تو پاشو. بیا پاشو برو بیرون نمیرم بیرون. پاشو برو بیرون میگم نمیرم بیرون. میشه بری؟ آقا کجا؟ آقا من پاشو برو بیرون تو برو بیرون نه کاری ندارم پاشو میگم برو بیرون پاشو بیرون الان بریم اینجا جاش نیست. درگیر بشیم شما. بیا بابا چه بریم بیرون. پاشو برو بیرون نه تو باید بری بیرون بچه داریم. یا برو بیرون ناموس با پاشو یه دقیقه تو رو از وایسا. نه این برون شد آخه آقا وایسا. بابا آقا حامد به توضیح میدیم یه دقیقه باشه. ولش ببین به جون مادرم من برای جو میدم. قرآن آقا یه من توضیح بدم. آقا میدی. داداش من چه بگم؟ اون تو لازم دارم. آقا من چه بگم؟ بابا برو بیرون. نه دیگه. اونجوری که فکر کنی موضوع نیست داداش. بشین اینجا. یا تو مشی کندی؟ برو بیرون نه به قرآن خانم دیگه. برو بیرون نه بیا تو به قرآن مجید داشتیم. برو بیرون نوری میگرفتیم نوری. بابا گل خوردی بیا برو بیرون به قرآن مجید اونطوری نیست. آقا محمد بابا این گوشی منو بیا اینجا. تو رو هر چی که این حساسه دست آقا می‌ذاری این رو گوشی منو به قرآن برو بیرون. دوست داری فقط تو مخی بری؟ نه به قرآن آقا شهرمند. برو بیرون میگم آقا این خانم اینو آوری منو توی کافه بردی برو بیرون آقا شهرمند. مردم داری میخندی. به برو بیرون الان خب که میگم فهمیدی. صورتت هم میگم برو بیرون آقا دوری مخفی تو هزار تا کار با من کردی. باشیم باید دیگه آقا اصلا حد دست می‌ذاری رو نقطه ضعفش و کارا و خط قرمزایی که گفته نکن. بابا اصلا من نمیخوری قیافه من نگاه کن. من به قرآن گفتم خط چه قرمز. می‌دونی این داستان خط قرمزشه؟ همون دیگه آقا چی گوشی من زمان داشتیم شوخی می‌کردیم دیگه آقا. به قرآن منو نگاه کن من آینه قرار میکنم خودم نگاه کنم ولی ها بابا صحبت کن بالاخره ادمین چیه نه ترسون و هر چی گفت کارا بعد آقا چند ساعت منم صبا یه برو کنم برو آقا
کیه آقا کیه داداش به خدا منو ترسوند گوشیمو زد ترکون خودتونم در جریانی ما هم خواستیم یه شوخی البته خیلی شوخی زشتی کردم نه چون میدونید همه خب تنها کاری که میتونستیم هم ناراحت کنیم همین بود چون خط قرمزش اینه که تو کار فقط باید بحث کار باشه بحث جنگولک بازی و چرت و پرت بازی این داستانا بر نمیداره برای تبریزی به خاطر همین منم دست گذاشتم با خانم امیدی نه الانش دیگه من میدونم اون موقع دونکاچ میمود داداش من نوکرتم انقدر دلش صافه انقدر قلبش پاکه که دوست نداره سر کارش همچین اتفاقات چرت و پرت بیفتن چون اصلا از حاشیه بدش میاد آقا ما هم حلال کن به خدا خواستیم آره به قرآن من با ترس و لرز یعنی به خانم امیدی زنگ زدم گفتم ولی خیلی کارتون زشت خیلی زشت بود میدونم ولی دیگه ما هم دیگه شوخیه با من ناجی رفاقتای شما خیلی مردم یعنی هر چی میشه اون وسط باید کتکشو بخوریم نه من شما داش محمد ولی حواسش به غذا شهی داره میخوره خیلی مخلصم آقا مرسی لایک سابسکرایب کامنت یادتون کامنت نره خوب بذارید. آره پرچمش که اصلا اون بالا داره باد میخوره آقا من بازم اصلا میدونم شاید شما ندید ولی من میدونم بزرگترین جنایت رو امروز من کردم چون این خط قرمز آقای تبریزی بود انشالله که این فیدبک نداشته باشه نخواد جبران کنه خیلی نوکرتونه میدونم که 100% میکنه خب پس جبران که میکنه پس خانم امیدی من تنها نبودم آقای عباسی هم یه نخریزی به ما داد بندازم تو داستان چه اشتباهی کردم نگاه نباید میگفتی خیلی نوکرتونم بعد جایی زد همه رو فروخت آقا احمد یه حرفی سخنی حدیثی سوسماسی مطلبی ما رو مهمون کنید خیلی مخلصم مرسی که تا الان ما رو نگاه کردین دمتون گرم مرسی ولی کتکه رو خوردم من ناراحت نباشید